بچم دوراندیشه کن، فکر کن، عقل رو استفاده کن. در بودجه اون دولت لیبیا 300 تن طلا بود، گیجا شد، همه به یغما رفت، همه رو همین گروه های بدخواه غارت کردن بردن. همسر معمر قذافی از مال شخصی تجارتی خودش 20 تن طلا داشت، همه غارت شد. کی فایده دید؟ مردم لیبیا؟ نه، مردم لیبیا دیگر سر در سنگ میزنن که چیکار کردیم، دیگر فایده اشون نمیکند. برای همین این از ایمانداری هست، از ننگ و ناموس مسلمانی هست که اهل خانوادت، مادرت، همسرت، دخترت، خواهرت، اپت، اهل خانوادت را حمایت کنی، محیط زیستت را حمایت کنی، وطن کشورت را حمایت کنی. این از ایمانداری هست، از مسلمانی هست، از ما و شما هم هست. رفتن در آغوش کیم کسی از اونجا ولوله دارن، همیشه تشویق و ترغیب به ناآرامی میکنن. بخیز بچه، بخیز بچه. او بلا در سرت یک بار خیستن 150,000 نفر کشته شد، بس نیست، بخیز بچه. یک وقت هم چنین فتوای علکی، فتوای دروغین غرضناک اسلام و مسلمانی رو برای غرضای شومی خودشان سوی استفاده کردن. فلان میدان نروی زنت طلاق می شود. بیچاره 80 ساله است، عصایش در دستش کت 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 کت. بابا کجا میدان بروم؟ او دهی سین سو چکار میکنید میری؟ او ما بودو خوب دهمی سری پیری دیگر خانه هم حرام نشود، زنم طلاق نشود. طلاق زنی تو در دهن اون غرضناک است و طلاق زنی تو در دهن دیگر نفر است. زنی تو را دیگر نفر طلاق میکند. ببینید چقدر سوء استفاده از اسلام و از عقیده و از روح و روان و از دینداری مردم سوء استفاده کردن. همون کشور را همین خیل کردن، فتوای دروغین غرضناک مغرضی صادر کردن، همه خیستن به چیز خانه آباد و آرام خود را به خون و خاک کشیدن، دیگر نمیدونن چیکار کنند. خداوند عزوجل حفظ کند، پروردگار رحم کند. میلیون ها انسان آواره و سرسان و سرگردان، چقدر اگر به میلیون هم نرسیده باشد چندین هزار نفرها از مرگ گرفتن به مرگ رفتن، یعنی از جنگ ها گرفتن، بحر رفتن، در بحر غرق شدن، به نام و نشان نیست دیگر، تمام. دویم باید که جوانان رو دادر بچم دوراندیشه کن، فکر کن، عقل رو استفاده کن. بسیاری جوانایی که ناکام میشوند، چه معتاد به مواد مخدر، چه به نوش و سیگار و نوشیدنی و کشیدنی معتاد میشوند، بعد میبینن که همه چیز از دست رفت. بعد میگید که چیکار کردی؟ خب بی عقلی کردم. او عقلت در سرت نبود که بی عقلی کردی، چرا بی عقلی کردی؟ اون همونه که آواره و سرسان و سرگردان هستن، اونو هم و چرا چنین کردی؟ خیر برکت در دست جمعی است، در اتفاقی است، در متحدی است، در سرجمعی است. حالا همین اهل خانواده، یک اهل خانواده که عبارت از پدر و مادر چند فرزند، دایره وسیع نی، دایره خرد در عائله، پدر و مادر نسبت این فرزندو غمخوار، همیشه بچم او بچم او بچم، سر بر وقت بخیز، نمازت بخوان، مهنت کن، زحمت بکش، زندگیت بساز، عمرت رو با برکت کن، رزقت رو با برکت کن. با برکت شدن رزقت در سحر خیستن و در بروقت خیستن و در اولی روز حرکت کردن و مهنت و زحمت کشیدن است تا نیم روز خواب نرو. همه این توصیه پدر و مادر به فرزندان و فرزندان هم این پند و اندرز و نصیحت ها رو گوش میکنند و پدر و مادر رو بالای چشم دیده میبردارند. همون خونه، همون عائله چقدر عائله سعادتمند و کامیاب هستند. هم پدر و مادر قدر دارن، محترمند، و هم فرزندان کامیاب هستند و اهل عائله هیچ کسی ناکام نیست. همه با یک کسب هنری، یک راهی، یک روش روانه است، در مهنت و زحمت است، برکت دارن، عزت دارن، کامیاب هستند، همه خوشنود هستند، همه خوشحال هستند، همه سرجم هستند، همه دست با هم دادن، یک عائله با برکتی، با عزت، با سعادت، و همه ارزوی همون رو میکنن که کاش فرزندانی من مثل فرزندانی فلانی باشند. حالا همین عائله خرد
یک حکومت خورد است و این حکومتی که داره واسه یک عائله بزرگ است. وقتی که همه سرجم و اتفاق و متحد باشن، همه دست به هم بدهند، هیچ دشمن جای پای ماندن جای قپیدن نمی‌یابد، ناکام میشوند. از برای خدا یک بار فکر کنید، همین قدر کشورها سوخته ایستادن، همین قدر انسان ها کشته شدن، با کدام راه؟ چرا چنین شدن؟ مسلمان باید فکر کند که چرا فلانی ناکام شد، چرا ناکام شد؟ 1 2 3 4 5 6 عامل ها که ناکام شد. فلانی کامیاب شد، چگونه کامیاب شد؟ کارها انجام داد، کامیاب شد. یعنی باید مسلمان همیشه فکر کند، اندیشه کند، عقل استفاده کند.